چقدر فکر میکنی که خودت مهم هستی؟ چقدر فکر میکنی که خواستهات مهم هستند؟ چقدر فکر میکنی که نیازهات اهمیت دارن؟ اینکه چه نتایجی توی زندگیت میگیری و کیفیت زندگیت چقدره، اینکه آدمهای اطرافت چطور باهات برخورد میکنن، خیلی ارتباط نزدیکی داره با جوابی که به این 3 سوال میدی. حالا اینکه چی باعث میشه ما آدم‌ها جوابهای متفاوتی به این سوالا بدیم، کلاً یه موضوع دیگه است و شاید هیچ وقت به جواب مشخصی هم نرسیم، چون به هزاران هزار برخوردی که با آدم‌های مختلف طی زندگیمون داشتیم برمیگرده. اما موضوع مهم اینجاست که بدونیم این جوابات چقدر اهمیت دارن و اینکه باعث تغییر در الگوهای رفتاری ما آدم‌ها میشن و ما چطور میتونیم آگاهانه پاسخ خودمون رو به این سوالا بهتر کنیم. بیاین مثالی بزنم از زندگی خودم که موضوع براتون شفافتر بشه. من و داداشم با اختلاف 5 سال از هم به دنیا اومدیم و با اینکه خیلی به نظر شبیه هم هستیم، اما همیشه خصوصا تو دوران کودکی و نوجوانی یه تفاوت فاحش بینمون وجود داشت و اونم این بود که من خیلی چیزا رو میخواستم و داداشم تقریبا چیزی نمیخواست. مثلا من همیشه از بابام میخواستم که خوراکیای زیادی برام بگیره، یا وقتی به فروشگاه میرفتیم کلی خوراکی برمی داشتم، در حالی که داداشم نه هیچ وقت درخواست میکرد و نه خوراکی خاصی برمی داشت. یا زمانی که نوجوان بودم همیشه برای بدمینتونم که حرفه‌ای بازی میکردم از پدرم میخواستم که بهترین کفش موجود تو بازار رو برام تهیه کنه، چون که برای ورزشم نیاز داشتم، در حالی که داداشم هرگز همچین خواسته‌ای نداشت. حالا اینکه چرا داداشم نمیخواست و من میخواستم، شاید به خاطر این بوده که من بچه دوم بودم. به صورت ناخواسته بچه‌های دوم مورد توجه بیشتری قرار میگیرن و بچه اول این حس بهش دست میده که اهمیتی زیادی نداره و مهم نیست و هزاران دلیل دیگه. مهم اینه که تفاوت جوابی که ما به این سوالا میدادیم، اینکه من چقدر مهم هستم، اینکه خواسته‌ها و نیازهای من چقدر اهمیت دارن، 2 شرایط مختلف تو یک زندگی یکسان رو ایجاد کردن. برادر کوچکتری که از نعمات موجود استفاده میکنه و برادر بزرگتری که کاملا خودش رو از داشتن نعمات محروم میکنه، چون فکر میکنه اهمیت کمتری داره، حتی اگر واقعیت نداشته باشه. یه مثال دیگه بزنم تا تو شرایط مختلف این موضوع رو حس کنید و اهمیتش رو درک کنید. مرتضی یه برنامه‌نویس تو شرکت زیگلریه. کارش رو هم خیلی عالی انجام میده و تخصص بالایی داره. بعد 5 سال کار کردن تا حالا هیچ ترفیع حقوقی نگرفته، چون هیچ وقت به خودش اجازه نداده که بره و با مدیرش صحبت کنه و درخواست ترفیع یا افزایش حقوق بده. چرا؟ چون فکر میکنه اونقدر مهم نیست. چون فکر میکنه خواسته‌هاش و نیازهاش اهمیت خاصی ندارن. حالا اگر همین مرتضی سعی کنه گفتگوهای درونی خودش رو تغییر بده و شروع کنه آروم آروم به خودش اهمیت دادن، اولین اتفاقی که میفته این است که به ذهنش خطور میکنه که بره و با مدیرش صحبت کنه. همین که به ذهنش بیاد، حتی اگر نره و انجامش نده، خودش نشونه تغییر تو دیدگاهش نسبت به خودشه. حالا اگر مرتضی بیشتر گفتگوهای درونیش رو مثبت کنه و به خودش اهمیت بده، احتمالاً میره و با مدیرش صحبت میکنه. اما مدیرش خیلی راحت درخواستش رو رد میکنه. میدونی چرا؟ چون هنوز گفتگوهای درونی مرتضی کامل بهبود پیدا نکرده. برای همین وقتی میره خواستش رو بیان میکنه، مثل یک بچه‌ای میمونه که با سر پایین و صدای خیلی پایین، جوری که اصلا مدیرش نمیشنوه، میگه که آقای زیگلری بهم افزایش حقوق میدی؟ و اونم خیلی راحت میگه نه و مرتضی هم سرشو میندازه پایین و برمیگرده سر کارش. اما اگر مرتضی به همین روند تغییر گفتگوهای درونیش ادامه بده و سعی کنه که برای خودش ارزش بیشتری قائل باشه و خودش رو مهم بدونه، به جایی میرسه که با اعتماد به نفس بالا میره به دفتر مدیرش و با صدای رسا و واضح با اطمینان به مدیرش دلایل درخواستش رو بیان میکنه و ازش میخواد که با توجه به پیشرفت‌های خوبی که داشته و کیفیت کاری که ارائه داده، بهش افزایش حقوق یا ترفیع یا پاداش بده. حالا آقای زیگلری چاره‌ای جز قبول کردن درخواست مرتضی نداره، چون میدونه که اگه با مرتضی موافقت نکنه، مرتضی وای نمیسته و به دنبال شرکت‌هایی میگرده که اون چی که لایقش هست رو بهش بدن. تو دنیای ما آدما همه چیز به این برمیگرده که چقدر فکر میکنی آدم مهمی هستی. فرض کن یه مورچه از تو بخواد که از سر راهش بری کنار. خب مطمئنا تو هیچ اهمیتی به خواستش نمیدی و راه خودتو میری.
اما اگه یه فیل بخواد رد بشه اصلا لازم نیست که ازت بخواد. تو خودت از 100 متری که فیل رو ببینی از جلو راهش میری کنار. حالا سوال اینجاست که